پیشم همینجا زندگانی میکرد اما کیوشم همی ها برادرها همینجا زندگانی میکرد این همین خانه ها داشت همین جای خانه هاش پدرش همینجا سالی 46 رفته در همین کانالی بازو خیلی چند سالی همیشه گذاشته اگه کار کرده و حدود و اون چیرا همین مملکت آدمش همش همین کمبغلان زندگان میکرد داشتگیش 3 تا بود یا 1 تا گاو توقت نه که بابای رحمان شون مثال بگیرم در همون چغوت هم همین گرچنده که کمبغل نودار هم کی بود بین خلق ده با دیگر آدم‌ها دا یاردمشون میرسید بچم همش مادر همه جدیدگی که همه کودکو اکبر شد صغیر مادر همه جد خلای میرم من ای حواری بالای هم شلوغ ده همه جا حال نبناشتگی همه جا توت سبز کردگی از توتای همه حال حضور موندگی همه جا آدمی بزرگ بود کمش یک 15 سگره کلان کردگی بچه های اکش و امکش و تقایی شد بابی رحمان گرچنده که خراکترش تیز در خونه‌داری در دیگه هم که باشه میگه خراکتری همسایگیش خراکتری امرشویش خراکتری کارش بسیار خراکتری خوبی معقول بود بابی رحمان آدمی سگره پرور بود همین زنم همون بابی رحمان بود من دیگه و بینمونه همش هم بابی رحمان میکرده مامان میرم آدمی دانا بود شب اومده قطعی بابای ما سبزعلی نون داشت هم نشینی کرده با هم دیگر گپ میزدن ما با شای میدیم گپای او را گوش میدادن چی گپایی که گذران میکرد میگو که هوای سبزعلی روز تا روز زندگانی ما پس افتاده است ما باید یک جای بریم که صاحب یک دهنون شیم یک کار کنیم این کلخوصا اخیر که نداره با خوریش تگی بود انا خوری موردک 3-4 باشه هم تموندن آخه به صاحب بعد همون چیزی که بقب میکرد همون را میداد میگفت بگیرین همین سگرها رو نگاه و بینکرین که نمبرن کشتگی هم پنسیش خونه نمیوان میداد همون تقسیم میکرد بعد میگو میرم میگو چی میگو من یک کار کردم جنجال نمیکنی نمیزخی میگو چی میگو من پنسوم همسوم سگرها همسر رو میگو با کمبغلیشونم با نوداریشونم با نوبودی همون دایر به همون زمانم که اونا باشم با نون نمک بدن اینطوری آدم به نون نمک میشید این درجه ده نمیرسیدن